سلام، میسما تاروت هستم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خورشید گرفتگی سپتامبر 2025 چه انرژی برای هر برج داره؟ فقط یک نگاه کوتاه داریم، ولی برای جزئیات کامل حتما ویدیو بلند رو برای متولدین هر ماه رو برید ببینید و لایک و سابسکرایب کنید و با این کار به من انرژی بدید. ممنون میشم. نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید. متولدین فروردین، شروع تازه، جسارت و اعتماد به مسیرت براتون هست. اردیبهشت ماهی ها بازسازی مالی و ارزش ها، توجه به امنیت براتون هست. خرداد ماهی ها ارتباطات و ارتباط با دیگران، شفافیت و صراحت براتون وجود داره. تیر ماهی ها خانه، خانواده و احساسات براتون هست. بازنگری روابط نزدیک براتون افتاده. مرداد ماهی ها خلاقیت، اعتماد به نفس و دیده شدن. شهریور ماهی ها کار، مهارت و نظم و حذف بیفایده ها براتون افتاده. مهر ماهی ها توجه به روابط، رهایی از ناسالم ها و شراکت و انصاف براتون هست. آبان ماهی ها قدرت شخصی، منابع مشترک و پایان چرخهای قدیمی براتون وجود داره. آذر ماهی ها اهداف بلند مدت، جسارت و تعادل، شروع تازه براتون افتاده. دی ماهی ها مسئولیت، نظم و پذیرش تغییرات شغلی یا اجتماعی براتون هست. بهمن ماهی ها از این انرژی براتون دوستی ها، همکاری های جمعی و رهایی از روابط انرژی گیر افتاده. و اسفند ماهی ها درون، شهود و الهام، بازسازی روحی و خلاقیت وجود داره و امیدوارم این خورشید گرفتگی بهترین ها رو براتون رقم بزنه.